طبق معلومات‌های آماری به حالت یکم ینوری سال 2020 حجم عمومی استحصال محصولات در همه شکل‌های خواجگی‌داری ولایت نزدیک به 8.1 میلیارد سومانی رسید که در مقایسه نسبت به همین دوره سال گذشته 108.1% را تشکیل می‌دهد. از جمله نسبت همین دوره سال گذشته حجم عمومی استحصال محصولات ساحه رستنی پروری 106.7% و ساحه چاره‌داری 111.5% تامین کرده شد. این نکته را سردار سرریاست کشاورزی ولایت سود خیرالله بابازاده ضمن نشست مطبوعاتی به نمایندگان وسایط اخبار عامه ابراز کرد. بنا به اطلاع نام برده با مقصد افزون نمودن حجم استحصال محصولات رقابت‌پذیر وطنی، بلند برداشتن اقتدارهای صادراتی ولایت و در این زمینه مساعدت نمودن در واردات عوض‌کنی محصولات آذوقه از سال 2016 از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان برنامه دولتی مساعدت به صادرات و واردات عوض‌کنی جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2016-2020 قبول گردید که به سودای بیرونی محصولات کشاورزی ولایت تأثیر مثبت خود را رسانیده. در نتیجه اندیشیدن تدبیرهای ضروری در 4 سال اخیر در ساحه کشاورزی حصه صادرات در گردش سودای بیرونه از 14.1% سال 2015 تا به 22.1% در سال 2018 افزایش یافته، به حساب میانه هر سال 2.5% بلند گردید. علاوه کرد سردار سرریاست. در ادامه نشست مطبوعاتی گفته شد که طبق معلومات‌های خدمات گمرک حجم عمومی صادرات محصولات کشاورزی به سنه یکم ینوری سال 2020 زیاده از 65.9 میلیون دلار را تشکیل داده، نسبت همین دوره سال گذشته نزدیک 3.5 میلیون دلار کم میباشد. کاهش‌یابی حجم عمومی صادرات اساساً از حساب صادرات نخ پخته به میان آمده. سبب کم گردیدن آن این پست گردیدن کتیروفکای آن در برج جهانی به نظر میرسد. در دوره حساباتی از ولایت 38379 تن نخ پخته به صادرات برآورده شده. در مقایسه نسبت به همین دوره سال سپری شده 4421 تن زیاد گردیده. ارزش آن در برج جهانی نسبت همین دوره سال سپری گردیده تا 14 نقطه پست رفته، تقریبا 98 دلار آمریکایی را برای یک تن تشکیل داد. ذکر گردید در ادامه نشست مطبوعاتی. در قسمت دوم نشست مطبوعاتی نمایندگان وسایط اخبار عامه وابسته به نرخ و نوای محصولات نیاز اول در بازارها، بالا رفتن نرخ بعضی از محصولاتها از سردار سرریاست کشاورزی ولایت پرسان شدند. تمام استحصال محصولات کشاورزی نسبت به سال گذشته یک چند مراتب افزایش یافت. به همگان معلوم است که امروز نرخ و نوای بازار به همه معلوم است که خدر نرخ و نوا گران هم نیست. اگر به مانند کارتوشکا گیریم حال ذخیره در ناحیه‌های کارتوشکا پرور نهایت زیاد است و به همگان معلوم است که نسبت به بالا رفتن نرخ‌های آذوقه‌واری، نوری‌های مینرالی، سوزشواری سال از سال بلند رفته است. اگر نسبت نرخ گوشت گیریم امروز به همگان معلوم است که در دایره دستور سپارش‌های محترم رئیس ولایت رجب‌آی احمدزاده برای پست گردانیدن نرخ و نوا در بازارها یک چند مراتب ярмарка фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ баргузор гардид ва дар он ҷо таъминоти аҳолӣ бо гӯшт дар як сатҳи бисёр хуб буд. همچنین نمایندگان وسایط اخبار عامه وابسته به صفت محصولات‌ها، آماده نمودن تخمی‌های خوش صفت و تأمین بازار استعمالی سوال‌ها پیشنهاد نموده پاسخ گرفتند. بابت همین تخمی‌های محلی آیا میشه کار کرد؟ بزار تکنولوژی از اونجا آید، تکنولوژی کم کاربونه، لیکن تخمی‌های خودمون محلی کجا شدن؟ پومیدور بودریم دیگر. در آن جایی که صفت تخمی چخیلی که گفتید معلومه محصولاتش بهتر، حاصلناکیش بلند. این از آن منو از آن توش نیست. چون که این مقصد اساسی برای تامین نمودن امنیت آذوقه‌واری مملکت. استحصال زیاد کردن و نهایت درست قید کردید. این هم باشد محض با دستگیری با سعی کوشش محترم رئیس ولایت رجب‌آی احمدزاده. آن کس به صاحبکارا مراجعت کردن، زمینه پیدا کردن، شرایط خوب مساعد براه ماندن. اولین مراتب در ولایت در ناحیه سپیتمن به مقدار 1 گکتار گرمخانه به طور کوریای شمالی به استفاده داده شد. خیلی که خودتان قید کردید معلومه در بازار میبرید، البته این را شما نهایت خوب حس میکنیدان، نغز درک میکنیدان، نرخ و نوا باز داشته شد، بالاروی نرخ و نوا. در این روز همچنین رهبریت اداره زمینی ولایت سوخت ریاست حفظ محیط زیست به نمایندگان وسایط اخبار عامه از فعالیت خود حسابات دادند که در گزارش‌های من بعد از رفت آن معلومات بیشتر می‌دهیم.